دوستان عزیز سلام علیکم. دینا من یک نوار رو از سوپرمارکت پرتفتم اونجا انار خیتوی بود 39 سوم قریب 40 سوم و آمدم راه گذاشتم من نورک در گذاشته ایستادیم و کنه انار اومدیم من انار خودمونم بوده است واسه میپرسیم چی انارها دارد. اکه نعمتالله سلام علیکم. سلام علیکم. اکه نعمتالله اینجا از طرف دوشنبه بیام سرشوی نورک سرشوی نورک کنیم انار فروشی. همین نورک خودش کنه انار فروشی. کنه انار. انار نورک است؟ همین محصولات شهر نورک است. همین انار نورک از خودش میشه. همین انار نورک. نورک. آخه این انار بینه این انار نورک این تمام انار میزنه کو؟ نه بینه صفت انار مور بینه میسولیگه. دونه کلونیشو بینه. من. این چند پول همین انار؟ این انار همین پیش یکم چینک 20 سومون. 20 سومون انار نورک. این کلاس. یکم چینک. با دوریم انار دویم چینک. دویم چینک هست 15 سوم 10 سوم. دویم 10 سوم. این همین یکم چینک. این یکم چینکی انار نورک خودش. این محصولاتی همین شهری نورک. بسم الله الرحمن الرحیم چشم. چشیده بینه دکتر. چقدر انار شیرینی آب داره یعنی انار نورک خودش معلوم. صفتش هم اکن انار شیرینیش به خونی من دنم براید لیکن اناری نقص اکن دونش هم حالی 38 رسید نه که اناری ما یک قسمش من خیلی سیاهی بزیر میگذاریم دیگر انار. این انار رو بینید بسته بندی ندارد فقط همون خالته ده ها. اکن نعمتالله میبیم اناری ازبکستان همینا؟ محصولات شهر ازبکستان این چند پول کیلوش؟ کیلوش 20 سومون. 20 سومون؟ نه که انار نورک بنام برو دونی نبینه چخل مایده. دونی مایده انار نورک دونش کلون. با مزهش هم فرق میکنه. مزهش هم فرق میکنه نظر به انار. نورک با مزه. آب دار. این قوق انار قوق. این انار قوق دوست داره. حقیقت منم. آبش کم. دونش برومد. هم با اینجا محصولات داریم محصولاتی نه آوردگی محصولاتی اشار افغانستان. انار افغانستان. این انار افغانستان. اینا میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انار افغانستان. این چند پول؟ اینم سیروبای. این چند پول؟ اینم 20 سومون. 20 سومون. نه که نظر به همین دولت‌ها انار نورک خودش فرق میکنه. اینا دونش سخته اینا. اینم دونش سخت‌تر. تا دندون نمیشکنه. سیروب از نورک. این انار شیرین‌تر رو لیکن دونش تا که دندون دونش شکسته نمیتونید. دونش سخت. افغانستان رو ببینید. اوپاکوفکاش خیلی از افغانستان اومده است. امروز فرووردن. ازبکستان رو ببینید. چقدر اوپاکوفکای خوشو کرده است، کاروبکا کرده است، بیسکیت کرده است. صفتی انار نیست. صفتی انار نیست. انا انار خودمون بهترین انار رو شهر نورک خودش انار. لیکن اوپاکوفکا ندارد، مارکتینگ ندارد، رکلام ندارد. درست؟ اگر اینا میاشی کده اکا شما چی بگید؟ اگر اینا رکلام کنن رنگ همون ازبکو یاشی گیرد، رنگ همون ازبکستانی یاشی گیرد میشه. اون نقص‌تر میشه. اگر ما همون اوپاکوفکا کنن مثلا برای چی نمیکنن دهخونای ما؟ دهخونای ما همین دسترس نشده اوزی. نه ممکنه که کردن. ممکن. چی توصیه میتید که همین هم خیلی اوپاکوفکای خوشو کنند، هم خیلی کاروبکای بهترین میشه، بهترین اگر اوپاکوفکای همیشه خوب کنن. محصولات خودمون یکم درجه میشه. بله، هم با 20 سومون ارزون. سوپرمارکت دینا تروش زهر من دیدم 40 سومون. اوزه هو وای انور رای مکا او انا وای بدکا. انا انور فاصون اگجو. انا محصولات شهر نورک. کنی برداریت شکشه. این انور دیگر. انا محصولات شهر نورک. دونش من گیرم نه. بسم الله الرحمن الرحیم. باز یکم هم اینترو میتون. انور. اوی کانکو. شهر نورک. این کانکو. هم دیارون از چه خیلی که من گفتم او بیله بخونه لوی. دیروز من گفتم که بدم او بیله بخونه لوی. این معنیش اون که اناری خودمون رو نظرمون نمیگیرد. چون که مارکتینگ نداریم. چون که رکلام نداریم. درست؟ نه. این نداری کجا؟ این نداری. این افغانستان. این افغانستان ببینید چه خوشو گرفتگی. یاشیک، کاغذ سرخ، درونش با خیلی هر گونه اتیکت کوزدگی. مارکتینگ دارن دیدید؟ انارای ازبکستان ببینید چه فاصون کردگی. انار ازبکستان فاصون کرده زدگی موندگی، انار افغانستان فاصون کرده زدگی و بالا ده.
افغانستان ازبکستان و بیچاره انار تاجیکستان من این تپ کدام موندگی رنگی و یا خشو فاصون کدگی نه این افغانستان رو ببینید انا همدیران عزیز دینا من موضوع رو برداشتم انا با انار ما این انار رو ببینید بهترین انار این فقط جدا کردن در کار این فقط این خیلش رو موندن در کار نیست فقط نازش گرفتن در کار دینا من موضوع برداشتگی بودم موضوع اساسا این معناش مارکتینگ بود یک آدمان ایسوندن که باید دولت نرخ نظارت کند یک انسان گفتن که باید صاحبکار وطنی رود وطن میخرد یک گفتن که همچی انصاف نیست نه اینجا یکیش گفتن وطن دوستی نیست نه اینجا یگان رولی وطن دوستی نمیبود در بیزنس و در تجارت این پول زباندانی و وطندانی و در تجارت مارکتینگ رول اساسی رو می‌بازد مارکتینگ من این مارکتینگ ازبکی مارکتینگ بسته‌بندی افغانی بسته‌بندی ازبکی بسته‌بندی تاجیکی میریزن میمونن حالی اینی بیچاره رئیس روید عموما زمین دامین تالچینده موندگی انا هم دیرون عزیز بحث سری همین مارکتینگ بود بحث سری بسته‌بندی و خوشرو با خریدار پیشنهاد نمودن مال هست یعنی دانستن بازار هست ما خیلی ریختمونیم انوری مکان البته به نرخ و به صفت میشود انا هم دیرون عزیز انور پرورها دانید که این خیلی که بسته‌بندی کنید مال شما قیمت میشود من اینش رو ببینید چه بسته‌بندی خوشرو کرده است اگر صفت هم نداشتگی باشد کیلون کده میگیرید یا اتیکت میزنید یک کاغذچه میزنید یک یولکچه اون خالی لنتچه میپرتوید بهتری میشود این بیچاره انوری ما خالطه ده بار کرده شو دهقان بزرگ کرده شه نبینید یا خالطهش چند پول اونجا خالطه میفروشن اگر این انور جدا کنیم نو با نو سورت با سورت جدا کنیم اگر بهترین درونه که اپاکوف که همین نقض کنیم و رکلام یکم جو میگذاره رحمت اکا انا هم دیرون عزیز در پناه خدا باشید اکن بحث همین اگر کدام گفتنی باشید گپوی خنک نزنید اویدی پیش روی همین کور گپ زنید در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد